اگر همین حالا به نقشه خاورمیانه نگاه کنید متوجه میشوید آمریکا فقط چند پایگاه نظامی در منطقه نداره، بلکه شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های هوایی، بنادر نظامی، ناوشکن‌های آرلیبرگ مجهز به موشک‌های هدایت شونده، ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌های پیشرفته را در اطراف ایران و آبراه‌های مهم منطقه مستقر کرده است. اما سوال اینجاست در حال حاضر دقیقاً چند هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند؟ چند ناوشکن کلاس آرلیبرگ در دریای عمان و آبهای اطراف مأموریت انجام می‌دهند؟ چند ناو هواپیمابر در محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا قرار دارد و جنگنده‌های F-16، F-15 و F-35 و سایر هواپیماهای رزمی در کدام پایگاه‌های کشورهای عربی مستقر هستند؟ و مهمتر از همه اگر جنگ دوباره شروع شود این آرایش نظامی چه نقشی خواهد داشت؟ عرض ادب و احترام، خوشحالم که بار دیگر در ویدیو جدید در خدمت شما عزیزان هستم و مرسی که کانال ما رو برای ویدیوهای بعدی دنبال میکنید. برای اینکه بتوانیم قدرت واقعی آمریکا در خاورمیانه را درک کنیم باید ابتدا به نقشه پایگاه‌های نظامی این کشور نگاه کنیم. ایالات متحده برخلاف بسیاری از کشورها تنها به ناوهای جنگی خود متکی نیست، بلکه شبکه‌ای از پایگاه‌های هوایی، دریایی و زمینی را سراسر منطقه ایجاد کرده که به آن امکان واکنش سریع در شرایط بحرانی را می‌دهد. اولین و مهمترین پایگاه آمریکا پایگاه العدید در قطر است، محل حضور 10,000 سرباز آمریکایی. این پایگاه بزرگترین مرکز هوایی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود و محل استقرار فرماندهی عملیات هوایی سنتکام است. بخش قابل توجهی از عملیات شناسایی، سوخت‌رسانی هوایی، هماهنگی مأموریت‌های جنگنده و مدیریت عملیات منطقه از همین پایگاه انجام می‌شود. اما دوستان کلیدی ترین پایگاه آمریکا بعد از قطر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین است. تقریباً تمام عملیات دریایی آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، دریای عرب و بخش‌هایی از دریای سرخ از این مرکز فرماندهی هدایت می‌شود. در کویت هزاران تفنگدار آمریکایی به همراه تجهیزات زرهی، سامانه‌های لوجستیکی و واحدهای پشتیبانی مستقر هستند. این نیروها نقش مهمی در پشتیبانی از عملیات زمینی و جابجایی سریع نیروها در منطقه را دارند. در امارات پایگاه هوایی الزفره یکی از مهمترین مراکز آمریکا به شمار می رود. هواپیماهای شناسایی، سوخت‌رسان و در برخی دوره‌ها جنگنده‌های پیشرفته آمریکا از این پایگاه مأموریت خود را علیه اهدافی در ایران انجام دادند. اردن نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای برای واشنگتن دارد. آمریکا در این کشور از پایگاه‌های مختلف برای عملیات اطلاعاتی، پهپادی و پشتیبانی استفاده می‌کند. همچنین محل استقرار جنگنده‌های F-35 هم در اختیار دارد. در مجموع این شبکه از پایگاه‌ها باعث شده آمریکا بدون نیاز به استقرار دائمی حجم عظیمی از نیروها بتواند در مدت کوتاهی توان نظامی خود را در هر نقطه از منطقه افزایش دهد. وقتی صحبت از قدرت نظامی آمریکا می‌کنیم اولین تصویری که در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد ناوهای هواپیمابر غول‌پیکر این کشور است. هر ناو هواپیمابر در واقع یک پایگاه هوایی شناور محسوب می‌شود. در حال حاضر در دریای عمان دو ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و جورج H.W. بوش قرار دارند. همچنین دو ناو آبی خاکی تریپولی و باکسر در اطراف ناوهای هواپیمابر مستقر هستند. اما نکته مهمتر این است که قدرت یک ناو فقط به خود آن محدود نمی شود. هر ناو هواپیمابر همراه با یک گروه رزمی حرکت می کند. این گروه شامل چند ناوشکن آرلیبرگ، یک یا چند رزمناو یا شناور پشتیبانی و همراه زیردریایی‌های اتمی هدایت می شود. روی هر ناو جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت، جنگنده‌های رادارگروز F-35C، هواپیماهای هشدار زودهنگام
A2D هاواک، هواپیماهای جنگ الکترونیک AI-18G گروولر و بالگردهای MH60 حضور دارند. همین رزمناوها می توانند تا چند هفته عملیات هوایی انجام دهند. اما دوستان، چیزی که هر ناو هواپیمابر را در مقابل حملات بدون آسیب نگه می داره ناوشکن‌های کلاس آرلیبرگ هستند. این ناوشکن‌ها از پیشرفته ترین شناورهای رزمی جهان محسوب می شوند. سامانه‌های رزمی EGS، رادارهای قدرتمند SPU، موشک‌های استاندارد برای دفاع هوایی، موشک‌های تاماهاک برای حملات دوربرد و اژدرهای ضد زیردریایی تنها بخشی از تجهیزات آنها هستند. هر ناوشکن می‌تواند به طور همزمان چندین هدف هوایی، موشکی و دریایی را رهگیری و درگیر کند. به همین دلیل حضور این شناورها در دریای عمان، دریای عرب، خلیج فارس و دریای سرخ اهمیت راهبردی دارد. این ناوشکن‌ها همچنین قابلیت اجرای حملات دقیق با موشک‌های کروز به اهداف زمینی را نیز دارند و به همین دلیل یکی از مهمترین ابزارهای قدرت دریایی آمریکا محسوب می‌شوند. اما ستون فقرات ارتش آمریکا جنگنده‌های رادارگریزش است. آمریکا بسته به شرایط منطقه انواع مختلفی از جنگنده‌ها را در پایگاه‌های خود مستقر می‌کند. جنگنده‌های F-15 برای برتری هوایی و حملات دوربرد در خاک ایران، جنگنده‌های F-16 برای مأموریت‌های چند منظوره مثل بمباران کردن مراکز فرماندهی و شهرهای موشکی، هواپیماهای رادارگریز F-35 و در برخی مأموریت‌ها F-22 از جمله مهمترین هواگردهایی هستند که در جنگ با ایران حضور داشتند. در کنار آنها هواپیماهای سوخرسان KC-135 و KC-46 امکان پروازهای طولانی مدت را برای جنگنده‌ها فراهم می‌کنند. هواپیماهای هشدار زودهنگام آواکس نیز با رصد صدها کیلومتری از فضای منطقه اطلاعات لازم را در اختیار فرماندهان قرار می‌دهند. همچنین پهپادهای MQ-9 ریپر نیز مأموریت‌های شناسایی و در صورت نیاز حملات دقیق را انجام می‌دهند. ترکیب این جنگنده‌ها با شبکه پایگاه‌های آمریکا و پشتیبانی ناوهای هواپیمابر باعث شده ایالات متحده بتواند در مدت کوتاهی حجم قابل توجهی از توان هوایی خود در خاورمیانه را متمرکز کند. اما آمریکا برای تکمیل کردن قدرت هوایی خودش بمب‌افکن‌های B-2 و B-52 را در پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند مستقر کرد. به نظر شما مهمترین پایگاه آمریکا در کدوم کشور قرار داره و آیا آتش بس دائمی خواهد بود؟ در کامنت ها بنویسید، میخونم و ممنون که کانال ما رو برای ویدیوهای بعدی دنبال میکنید.